استاد سلام، وقت بخیر. سلام. خسته نباشین. سلام. ماشینمون دودابی داره، یهویی هم به دود افتاده. چند جا نشون دادن گفتن رنگ پستوناش ضعیف شده. بعد باید تعمیر اساسی بشه. از اینا رنگ گفتن حدود 17 میلیون. بعد شما یه بررسی میتونید بکنید برام؟ یعنی دود آبی داره الان. آره. روشن کنیم ماشینو. بریم اونجا واسه. گاز بدین. خیلی خوب. بس همین دود داره. آره. گفتن 17 میلیون هم خرج. آره 17 میلیون خرج شد. حالا من تو پست قبلی واسه پژو سوارا بله. گفتم هزینه 20 میلیون کردم 2000 تومان. پراید و هزینه 17 میلیونی میخوام بکنم 30000 تومان. ای به اصل این قطعه لینک پستونش بیا اینجا. بیا اینجا. این قطعه اینجا رو میبینین چربه. آره. منیفولد مکش میکنه. از این قطعه اینجا سوپاپ داره. روغن میکشه بالا. روشن که میکنی دود آبی میکنه. فهمیدین؟ پس این قطعه رو عوض کنین ای ماشین رد میشه با 30000 تومان. یعنی رفت میشه؟ بله. این قطعه روی قالپاق تموم شد و سلام. این پست رو شیر کنید برای دوستاتون. بعد تا امیدوار بعدی انشالله. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب بعد از تعویض قطعه ماشین رو روشن کن ماشین رو. گاز بدین و سلام.